شما اسمتون چیه؟ آیدا زهره میرزایی آقا باقر. آیدا زاره میرزایی آقا باقر. 3 تا آقا تو اسمش. معلم هستین؟ نه بیکارم. تا حالا سر کار نرفتین؟ چرا حالا رفتم ولی دیگه الان خسته شدم. چی کار میکنین خسته میشین؟ خونه میخورم میخوابم فعلا. نه میگم آخرین شغلی که داشتی چی بوده؟ من بلاگه یعنی تو فضا مجازی مجازی آره. چند هزار تا مخاطب دارین؟ 140 خورده هزار تا. 140 خورده هزار تا مخاطب دارین شما؟ نمیخوره بقیه. کمدی کار میکنی؟ نه خیلی جدی کار میکنم. الان برامون تولید محتوا کنید. یکی از تولید محتواتون رو فرض کنید الان اون میخواین. شخصی که باش تولید محتوا میکنم نیستش. تنها نمیتونم تولید ما بازیگر سینما داریم آقا اشراقی. آقا اشراقی میذاریم پارتنر. من آخرین تولید محتوایی که کردم رفتم خواستگاری یه آقایی. خب شما الان برین خواستگاری ایشون. میدن بهم. بله قطعا. خب بفرمایید چجوری میرین خواستگاری؟ چی میرم میگم اومدم بگیرمش. خب نه تو پستتون چیه؟ خب رفتم خونهشون گفتم اومدم بگیرمش. خب بعد چی شد؟ ندادم. خب